نه اشکی، نه حرفی، نه شیونی. نفهمیدم اصلا فاتحه خون یا نخون. میشنوی طاهره؟ گوشم با توی آقا رحمان. بگو. ترسم اونقدر قصه ها رو تو خودش بریزه که شهاب با اونهای دیگه فرق داره. اون یه جوری دیگه هست. در این حال که خیلی باهوشه ولی مثل بچه ها دلش پاک و کوچیک. هوای شهاب رو باید بیشتر داشته باشی. حواست هست. میفهمم. خدا میدونه که همشونو دوست دارم. دلم برای تک تکشون میلرزه. میخوام خوشبختیشونو ببینم. میخوام پیش تو رو سفید باشم. میدونم باهاشون راه اونا هر کدوم یه عادتی دارن، هر کدوم یه جور. ولی شهاب دلش خیلی نازکه. طاهره، طاهره، شهاب، شهاب، شهاب کجاست؟ شهاب تو اتاق شماست. شهاب، شهاب جون، بابا، نترس. خواب دیدی بابا، خواب دیدی عزیزم، خواب دیدی. شما چرا واسطی؟ بری یه خورده آب خوردن بیاری. آقا جون این اینجا بمونه میتونه خارش بچه سیتمیته بکنه. بیا بابا دیگه. نمیدونم. سلام، بفرمایید تو. سلام آقا جون، خسته نباشین. بفرما بشین، بشین. خب چطوری دختر گلم؟ به دعای شما خوبم. همینجور چطوره؟ خوبه؟ ببینم مشکلی چیزی؟ نه، خدا سایه شما رو از سر ما کم نکنه. از این طرفا رد می شدم، گفتم بیام سلامی عرض کنم. خیلی کار خوبی کردی، خیلی کار خوبی کردی. وقتی طاهر خدا بیامرز زنده بود همیشه تو خونه صحبت از شما بود. وقتی که آقا مصطفی شهید شد خیلی نگران شما و امیر بود. هیچ وقت به زبون نیاورد، اما تو چشماش میخوندم. نظر خودت چیه؟ بهش فکر نکردم، ضرورتی نمیدونم. امیر چیه؟
آقا جون اگه اجازه بدی من باید برم، کار دارم. دست خدا به همراهت. خیلی لطف کردی. خداحافظ. خداحافظ دخترم. خانم کاشانی این متن بعد از تصویر اصرا لطفاً بدین پخش. باشه. من میرم امیر از مدرسه بیارم. برو به سلامت. خیالت راحت باشه. مرسی. خداحافظ. خداحافظ. به سلامت. خانم سعیدی خب زنگ میزدی خونه‌شون؟ زنگ زدم هنوز نیومده. کجاست؟ حالا بیا تو. مامان کی میاد؟ امروز میاد؟ بگو دیگه. حالا بیا تو. حالا چی شده؟ شما 20 گرفتم میخواستم به عمو جلال نشون بدم. حالا نمیشه من نشون بدی؟ نه به عمو جلال قول دادم اگه این دفعه شما 20 بگیرم فقط به اون نشون میدم، به هیچ کس دیگه هم نشون نمیدم، به هیچ کس دیگه هم نشون نمیدم. مجید چرا اینا رو نفرست رنگکاری؟ آقا جمال گفت نفرست. جمال گفت؟ آره آقا جمال گفت. آقا جون این رنگ اصلا روی این کار نمیشینه، کارو ضایع میکنه. گفتم صاحبش بود یه گپی بزنیم بیخیال این رنگ. کی از تو نظر خواسته؟ بهت گفتم کارتو بکن. بهت برخورد. نه آقا جون دیگه کار از این حرفا گذشته. و چرا دست کشیدی؟ مگه نباید شهابو ببرم ترمینال؟ چرا؟ پاچاتی کردم. استاد نمیخوان ناراحت شی، چیزیش نمیشه. استاد ما تو همسایگیمون یه نفر رو داشتیم که وقتی باباش مرد اصلا گریه نکرد. الان 3-4 سالی هم تو خونه است، نه سر کار میره نه با کسی حرف میزنه، همینطور هنوز تو خونه است. اما خب آزارش هم به کسی نمیرسه. مجید نمیشه واسه ما خاطر تعریف نکنی؟ نه استاد اومدن. سلام ما اومدیم. اومدن استاد رحمان. فقیدی این یه هفته هم تموم کنی. سلام آجا خسته نباشی. سلام بابا. چطور است رحمان؟ قربانت. خوبی آجی؟ خیلی ممنون. داری به سلامتی میری؟ خیلی دلم میخواست که اینجا میمونده پیش ما، ولی خب سربازی واجب تره. آره انشالله این چند مدت تموم میشه و به سلامتی برمیگردی تا ببینیم خدا چی میخواد. به 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 آقا شهاب چطوری داداش؟ خوبی؟ این پیرانه چرا پوشیدی پسر؟ آقا لباس خدمتی که خیلی بیشتر بهش میاد. کلی مایشه. شهاب همیشه خوش تیپه، همه لباسام بهش میاد. آقا جون کار نداری؟ بیا آقا جون
اینم قشنگترین لبخند دنیا. دیگه چی میخواد؟ ها؟ هیچی، داره دیر میشه، بری. مجید آقا خداحافظ. جمال کجا؟ کلید اینجاست. منم سر را بذارین مجله. ما داریم بریم ترمینال. باشه. چرا فکر میکنی مجله سر راه ماست؟ بابا جون از پشت خیابون هدایت بنزین راحت می‌کنیم مجله بگیریم. اصلا بی خیال کنم. من میگم باشه دیرم میشه. چشم راحت هم. وقت سربازی تموم شد فوری برگرد. بس کنید دیگه، وقت رو تلف نکنید. آقا جون کاری نداری؟ نه. شما نمیخواد بیا. من میبرمش. شب جان دیر میشه. بودو. خداحافظ. مادر برای همه ما عزیز بود. دادت همیشه میگفتش که بخندیم. هر موقع که ما ناراحت میشدیم یا با هم دعوا میکردیم اخم میکردیم خیلی ناراحت میشد. به خاطر روح اونم شده خودت انقدر اذیت نکن. شاکرم شهاب جون، خیلی نوکرم ها. بیا داداش، یه بلیط واسط گرفتم که هم رانندش تون میره هم ماشینش. تو جیبت بینم. شهاب ماشینو دیدم، عجب ماشینیه. صندلیش میزون، اتاقش میزون، رانندش میزون، موتورش میزون. بگیر تخ بخوابا. اگه خوابتم نبود خیالی نیست. بشین فیلم نگاه کن. هم فیلم داره، هم ویدیو داره، هم تلویزیون. به راننده میدونی چقدر سفارشتو کردم؟ گفتم واسه شام یه جای خیلی باحال با صفا نگه داره که کباب میزون داشته باشه، برنج میزون داشته باشه، که داداش معده قشنگه ما معده‌اش آب به آب نشه، که ما شرمنده معدت بشی. بهش هم گفتم آقای راننده، موقع رانندگی به پیچ که رسیدی قشنگ با دنده سنگی عین آقاها راهنما میزنی، تو آینه خودتو نگاه میکنی، به صافی که رسیدی گازشو میگیری، گوله میری. اگه هم خوابش بود خیالی نیست. یه دونه راننده قبراق نو نقب داری. گوش میدی شهاب؟ شهاب ماشین یه رو 20 دقیقه دیگه راه میفته. منو باید برم باشه که مسابقه دارم. شهاب نوکرتم. آخه تو اون شرایطی که تو داشتی تو شهر غریب آخر خدمت راه دور گرما نمیشد بهت گفت. بابا نمیشد. ضایع بود. راجع به موانع ازدواج خب بعضیش که دست ما نیست، مثل شغل و مسکن و ماشین و از این چیزا. اما شرایط سختی که خانواده ها برای ازدواج میذارن دست خودمونه دیگه. مثلا خود من الان مدت 3 ماهی که نامزد کردم، اما هنوز نتونستم برای مراسم عقد پا پیش برم. خسته نباشی. خب چطور بود؟ بد نیست، اما روشن نیست. نمیشه ازش نتیجه گیری کرد. باید روش کار کنیم. بفرمایید. سلام خانم، ببخشید من دنبال
شما اینجایی؟ مگه من در حق شما چه بدی کرده بودم که اینجوری زندگی ما رو به هم ریختی؟ ببخشید خانم، من که متوجه نشدم. یه لحظه اجازه بدین. ببخشید. چی شده؟ شما چند لحظه تشریف داشته باشید اینجا. یه لحظه بفهمید بشینید. خواهش می‌کنم. زندگی منو به هم الان تعریف می‌کنیم برای ما. بفهمید. خواهش می‌کنم. چی شده خانم؟ این خانم اومده بود تو محله ما از ازدواج دختر پسرا میپرسید. خب من سادم رو حساب بی‌عقلی خودم رو حساب درد دل از عروسم و خانواده‌ش و مشکلاتی که اون موقع تو سر عروسی واسه من در آورده بودن میگفتم. خب ببخشید خانم، من متوجه نمیشم، ولی خود شما به من اجازه دادید که این مطالب رو چاپ کنم. چه میدونستم اینا همه رو میاری تو مجلاتون چاپ میکنی. اون وقت عروسم و مادرش میخونن اونجوری قشقرق به پا میشه تو زندگی. اصلا میدونی چیه؟ من از شما شکایت خانم یه لحظه اجازه بدین. خانم بفهمید بشینید. زندگی پسرم به هم ریخته. شما بفهمید یه لیوان آب بیارین. بفرمایید. شما اینقدر هرس نخورین، بالاخره یه راهی براش پیدا میشه. چه راهی خانوم؟ کاش زبونم لال شده بود، این حرفا رو نمیزدم. گفتم بگم بلکه اقلن مردم عبرت بگیرن، انقدر مشکل سر راه ازدواج جوونا نباشه. چه میدونستم؟ خان توسلی بیا اینجا هستم. فرشته جون اصلا هیچی نگو. خب ببین آخه تو نمیدونی چطور شدی. ببین چجوری شهر رو شروع کردی. برو تو اتاق. سلام. سلام. چی شده؟ نمیدونی چه خبره. بعدم برای تعریف میکنم. شهاب رفت؟ آره رفت، اما با حالی خراب. هیچ کدوم از ما نتونستیم بهش کمک کنیم. خب بعدش فرصت بدین تا خودشو پیدا کنه. چه خبره؟ اصلا نمیدونی چه خبره. من یه مقدار کارم طول میکشه. اشکال نداره؟ نه دیگه میشینیم 3-4 ساعت بشینیم. نصیحت نکن حسام. ببخشید. خب خان توسلی ببخشید. اینا رو بخونی جدیده ها. اینا رو بخونی من کارم تموم میشه. خب چند بار بخونم؟ 3 بار خون؟ نه 4 بار بخون. عجله خوندن نداره. خب هیچ جایی نگرانی وجود نداره. همه چی قابل حله. مگه نه؟ شاکر آقا جون. سلام علیکم. سلام بابا. شهاب به سلامتی رفت. بله آقا جون. یه بلیت سری و سیر توپ واسش گرفتم، کلی هم سفارشش کردم. خیالتون راحت رفت. عمرت بده. شاکر شما این. لباس کارتو بپوش، مشغول شو. آقا جون امروز من باید برم. کجا؟ باشگاه مسابقه است دیگه. این مسابقه ها کجا حساب میشه؟ برات نون میشه، آب میشه، آتیه میشه، اما فقط کار ما عقب میفته. کار ما رو زمین میفته. کار شما رو زمین نمیمونه. انشالله. یا آقا مجید یعنی شیر اینجا؟ ماشاءالله. مواظب چشمش نزنی، اسفل واسش دود کن. امروز جای من 2 برابر کار میکنه، فردا من جبران میکنم. اگه نه آقا مجید میخوای مسابقه بدی؟ کمربند سیاه میخوای بگیری؟ دانسته کی میخوای کمربند سیاهکاری رو بگیری؟ رخند. نه هر دست شما درد نکن آقا جون. حسرت یه تشویق خشک و خالی شما به دل ما مونده. خب دیگه حالا چرا واسادی؟ آقا جون یکم پول میخوام. پول؟ برای چی؟ خب امروز باید به بچه‌ای باشه سور بدم دیگه. تو که هنوز مسابقه رو نبردی. خب وقتی پول تو جیبم باشه روحیه پیدا میکنم، مسابقه رو میبرم. حل. چقدر؟ چی کرمتونه. برای اینکه روحیه پیدا کنی و مسابقه رو ببری بس دست شما درد نکن. همین آقا جون.
به شهاب خیلی بیشتر دادینا. تو به شهاب چی کار داری؟ خب آقا جون نوکرتم، من اینجا کار میکنم، حق و حقوقی داریم ما. تو همیشه خدا به دخل بده کاری. بیا یا علی، اینم کلید وانت، بفرم. چه عجب، وانتو به خودت نبردی؟ جلوی بر بچه باشه خوبیت نداره آقا جون. یا علی خداحافظ. به به چه عجب. کجایی؟ 1 ساعت من اینجا الاف کردی. خب یکم کار داشتم دیگه. بریم. کجا؟ تاکسی. آقا تاکسی یعنی چی؟ کس و شنه والا. اینه اینه بابا ماشین قشنگ. بله. بذار ببینیم. دزدیه؟ خیلی آدم بی معرفتی هستی، بی تربیت. دزدی یعنی چی؟ از این ماشینا تو شرکت آقای سرمد فراوونه. خب بریم دیگه. کجا؟ ما یه قرنمون ما با هم دیگه. الان باید بریم باشگاه، منم یه مبارزه دارم. یه کاری نکن از همینجا شروع کنم. بابا عجب گیری کردم از دست تو. جمال جون من دیگه اون آدم میدونم بابا میدونم دیگه. تو فرید یه لقبای چند ماه پیش نیستی. الان واسه خودت کلی کار داری، کلی آدم حسابی شدی تو شرکت این آقای سرحد. سرمد بابا جان، سرمد همونی که تو میگی. تو شرکتش هم کلی کار داری. میخوای دست داداشیدم بگیری بگی بفرمایید بفرمایید، واسه بقیه‌شو اومدی بهت. چون قراره دست رفیق تو بگیری ببری تو اون شرکت رو بند کنی، چون خیلی با معرفتی آقا فرید. غیر از این امشب میخوام ببرت باشگاه و مبارزه منو ببینی، بعدش هم یه سور بهت میدم توپ بخوری. ها بزن بریم دیگه آقا فرید. فرید خان جان بزن. اوه برو. چی شد جمال جان خان جان؟ داداش جلاله برو. اوه چاکرم آقا جلال. خوش اومدی. امری باشه. در خدمتم. با اجازه وستا. بشین جلال. خسته بشین بابا. کاش اینجا بودی جلال. ما چند تایی نتونستیم اونطور که باید دلداریش بدیم. بردینش سر خاک. آره، اما انگار نه انگار مادرش اونجا خوابیده. ما تا متحیر فقط بهش نگاه میکرد. در این قضیه قطره اشک. حق داره تفلکی. ضربه سختی خورده. آقا جون موقع رفتن چطور بود؟ چی بگم؟ ظاهرش آروم بود اما از درون داغون بود. داغون. یکم پول بهش دادم با جمال روانش کرد. باز خوبه برگشت سر خدمتش. حالا آقا جون انشالله خدمتش که تموم شد من میارمش پیش خودم. شما نگران نباشین. کاش میتونستم. دلم خیلی براش شور میزنه جلال. جلال
وقتی تو اینجایی من آروم میشم. قربون شما برم آقا جون. چای بخور. از راه اومدی خسته. بیا دست شما خب مسافرت خوب بود. آقای یکتا مسافر 6 و نیم زابل. آقای یکتا آقا بیا بریم بیا بریم. بله بفهمی. مامان عمو جلاله خودشه. دیدی گفتم امروز میاد. سلام عمو جلال. سلام عمو جان. چطوری پهلوون؟ من و مامان شرط بسته بودیم. من میگفتم شما امروز میان ولی مامان میگفت شما یکی دو روز دیگه میان. مامان میگفت شما کار دارین. مثل کارتون تموم شدمون. آره تموم شد. مادرت حالش چطوره؟ خوبه. سلام منم برسون. زیاد وقت آقا جلال رو نگیر. مامان سلام میرسونم. میخوای باهاشون صحبت کنی؟ نه کار دارم. تو هم سلام منو برسون. شنیدی که عمو جلال سلام میرسونم. ناممو خوندی؟ خیلی باحال بود. عمو جلال نمره نشان 20 شد. اونجا انقدر قشنگ خانم برام دست زدن. بعد یه کارت هزار آفرین انقدر خوشگله بیا نگاه کن فقط. امیر جان برای من مهمون اومد. بعدا خودم بهت زنگ میزنم. فعلا خداحافظ. سلام علیکم. تسلیت ان شاء الله خیر. زنده باش. چی شد؟ قطع کرد؟ براش مهمون اومد. حالا تو چرا ناراحتی؟ آخه ماما این مردم یه ذره و خالشون نمیشه. اینقدر
میدونم دلشون برای عمو جلال من نمیسوزه. من میخواستم بهش بگم کی بریم تلکابین. مردم با عمو جلال کار دارن. اما اون بیچاره تازه از سفر اومده، خسته است. چه وقت مهمون اومدنه؟ اصلا هم نباید مزاحمش بشی. من با اون صحبت میکنم اون خستگیش در میره. از کجا میدونی؟ خودش گفته. حالا تو خودتو ناراحت نکن. آخه مامان من به همه بچه‌ها گفتم که با عمو جلالم رفته تلکابین، ولی اونا اصلا باور نمیکنن. ولی عادل که با باباش رفت تلکابین چون عکس گرفت بود همه باور کردن. مامان مگه من با عمو جلال نرفتم تلکابین؟ من که میدونم تو رفتی تلکابین. میخوای هفته دیگه با هم بریم تلکابین؟ گوش کن پسرم، تو نباید زیاد مزاحم عمو جلالت بشی. نباید دم به ساعت بهش زنگ بزنی. باشه؟ چرا؟ اون خودش هر وقت فرصت کنه بهت زنگ میزنه. هر وقتم بتونه میاد دیدنت. حالا پسر خوبی باشه، برو درساتو بنویس. باشه. سلام مادر. کچلم کردی. نه به اون موقع که سر ریخت قیافه‌ام نگاه می‌کردی مسخره می‌کردی، نه به حالا که یه سره نگاه می‌کنی میگی کارم خوبه، درسته. خب بازم میگم داداش، من که بخیل نیستم، ان شاءالله خدا بیشتر از اینا بهت بده. ولی با این تعریفی که تو از کارت کردی، خب طالب شدم امتحان کنم. داداش یه جو معرفت کارشه، ناسلامتی ما رفیقیم ما. بابا منت نمیخوام سرت بذارم، ولی به کلات یه فشار بیا. من رفیق بد بودم واسه تو. ای خاک تو سر من. خدا نکنه فرید، خدا نکنه. یادت سال دوم دبیرستان تو 2 ساله بودی من 1 ساله، چقدر به تقلب رسیدم قبول شدی؟ ها؟ همچی میگه انگار خودش شاگرد اول کلاس بوده. بی خیال بابا، گذشته ها گذشته، اما الان نوبت توه. جون تو نمیذارم آبروت بره. این کاری میکنم عین توپ سر بلند شی. حالا یه لقمه کوف به ما دادی ها. 1000 تا خواهش تمنا داری. داداش کافی یه قدم واسه من برداری. تازه تو که منو میشناسی. اگه من همکار تو بشم میدونی چقدر برات تو خوب میشه. کل نمیتونه جلو فامیلتون نفع بیاره. تو بمیری. دیگه نه نگی ها. جون تو اصلا حوصله ندارم. خودت منو میشناسی. مرد حسابی مگه میخوای کو بکنی؟ انقدر که من به تو التماس کردم، اگه به سرحد التماس کردم. سرمد. خب همون که تو میگی. اگه به طالبش اصرار کردم چاله شده بودم معاون سمت راستش. بعد تازه فرید جون بعد بیام کار رو ببینم، اگه خوش آمد مونه، وگرنه میام رد کارم. نه خیر. بفرما دیر اومدی. حالا کی کجا باید بریم؟ حوصله کن. باید من اصلا خوشم نمیاد قضیه سرکاری باشه.
بر شیطون لعنت. بهش بود داداش. بابا جان اینطوری که نمیشه. اول از همه بعد ریخت و قیافت و لباسات از اون حالت کارگر نجاری در بیاد. اگه قراره من شبیه تو بشم داداش، من با همین لباس خودم کلی کیف میکنم. من نوکرتم هستم. شوخی کردم بابا، بخو. بعد به حرف من گوش کنی ها. چشم. باید آمادهش کنم. چشم. همه چیز باید حساب شده باشه. من نوکرتم فرید جون. بخو یخ بخو جون تو. داداش ما سفریم یا بلا انگار از من علافتریم. ساعت چنده داداش؟ آخه تهران شباش قشنگه ها، ساکت، خلوت. هرچی میخوای هست، قیمتش هم مناسبه. بیا بزن روشن شی. سیگاری نیستم. این از سیگار بهتره. 2 تا پک بزن، غم عالم یادت میره. بزن استاد میشه میره هوا. چیزی نشده که. چیکار میکنی؟ باید ندارم. کیفمو ول کن. کیف پولم؟ وایسا ببینم.